من سوم اسفند رفتم هرمز، بعد دیگه موندم تا جمعه که باشه هشتم. دیگه خیلی سر و وضعم ناجور بود. اومدم قشم و صبح نهم زدم برای اسکله دوه. اونجا بودم که دیگه موشک اومد و شروع شد به زدن. سلام عزیزان، اینم از ماهیگیری امروزی من، شنبه 9 اسفند ماه، روزی که داره بمبارون میشه. خدا به دادمون برسه. فعلا که اسکله تعطیل شده و حالا نمیدونم از دیگه از ماهیگیری اومدم بیرون. داشتیم تازه گرم شدیم و همینجور بود که راکت داشت میمه دور و برم. اینم از چرخ عزیز. چی شد دیگه از فکر ماهیگیری اومدیم بیرون. جزیره مرگ شدیم امروز. اسکله هم بستم. حالا خدا میدونه تا که اینجا بمونیم. خدا به دادمون برسه. فعلا کاری نداریم. خدا حافظ شما. بشتاب برای قشمم، بشتاب برای شادی، رقص موج و آبی دریا، جشن شبهای آبادی، ورودی قشمم از دریا، راه خوشی